آیا میدانستین داوینچی نابغه‌ای هستش که هنوز رو دستش نیامده؟ داوینچی که در قرن 15 و 16 میلادی زندگی میکرد، اختراع و ایده‌های شگفت‌انگیزی داشت. یکی از بهترین اختراعات او پرواز پرنده بود. این اختراع به نوعی پیشگام طراحی هواپیمای مدرن بود. با الهام از پرندگان و طبیعت، طرح‌هایی برای یک وسیله پرنده طراحی کرد که انسان‌ها در قرن 15 میتونستن با این وسیله پرواز کنن. او تو دفترچه یادداشتش به جزئیات ساختار بالها، مکانیزم‌های حرکتی و نحوه کنترل پرواز اشاره کرده بود. جالب اینجاست که این طرح‌ها در زمان خودش بسیار پیشرفته و غیر قابل تصور بود، به طوری که دانشمندای اون زمان هرگز نمیتونستن به این تحقیقات نزدیک بشن. این اختراع داوینچی ترکیبی از هنر و علم و طبیعت بود.